این قانونه که در ناموس جوانان ما رسید، جوانان شیربچه های ما دست به سلاح زده این ملیسه ها این گشتنیکا رو پرنده میکشند. سطح زندگی مردم خیلی پست شده است. مردم از جانشان سیر شده هستند. که گوریزا خوش نکوده. ولیکن اختیاری که کرد. سلام علیکم دوستان و هموطنان. امروز خواستم درباره رستم امامعلی کمی صحبت کنیم و دیگر اینکه آنچه که ترک دیگه شده گذشت در داغستان، این هم با خود علاقه هم دارد. و اول این است که هیچ من باوری نداشتم که رستم امامعلی با آن قانونی که برآوردن امضا گذاشت. این قانونی که فتنه انداخت در بین مردم و حکومت، این قانونی که ضد فرهنگ ملت تاجیک بود، ایدگردک و غیره، این قانونی که در ناموس جوانان ما رسید. ولیکن با این قانون رستم امامعلی امضا گذاشت. خلاصه این که او طرف ملت شرف تاجیک را اختیار نکرد، زیرا که لوگیک میگوید که عقل میگوید که تو پرزیدنت تاجیکستان شدنی هستی، تو باید با مردم باشی، کاری تو با مردم هست، تو مسئول هستی که سطح زندگی مردم رو بالا ببرداری. حتی ما میبینیم که کی کسی پرزیدنت نو میشود، اول کاری که میکند مردم رو از زندان آزاد میکند، عفو میکند. و چیکار کنیم؟ امیدی کلان داشتم که رستم امامعلی طرف مردم ملت شریف تاجیک رو میگیرد. او جوان است. من فکر میکردم قدر قیمت جوانان ملت رو میفهمد. اون ظلمی که در روسیه شده است همه ما شاهد هستیم. اون فشاری که در جوانان ما در روسیه شده است، من فکر میکردم که این قدر جوان است، او قدر قیمت مهاجران تاجیک رو میفهمد. ولیکن اختیاری که کرد. و دیگر آنی که ترکتی که در داغستان شده گذشت، چند شخصان دست به سلاح زده ملیسه ها رو کشتن، گشتنیکا رو کشتن. خیلی کار آنها درست است یا نادرست است، کی حق است کی ناحق است، من سخن گفتنی نیستم، زیرا که مشکلات ملت ما هم خیلی بسیار هست که آنچه که دخالت دارد در تاجیکستان در همون سخن گفتنی هستم. آیا آن ترکتی که در همین داغستان شد احتمال دارد که در تاجیکستان شود؟ خطری هست که در تاجیکستان هم خیلی ترکتی که شود که جوانان شیربچه های ما دست به سلاح زده این ملیسه ها این گشتنیکا رو پرنده میکشند. آیا همین کارها احتمال دارد که در تاجیکستان شود؟ این سوال عجیب است، ولیکن این سوال درست است. شما میتوانید فکر و اندیشه خود را در کامنتاری نویسید. ولیکن من فکر میکنم که این خیلی ترک احتمال دارد در تاجیکستان و خطر این هم هست. چرا؟ من در شما یک چند دلیل میبیارم. اول این است که همین خود حکومت با هر خیر قانونای ضد آزادی مردم پرووکاسیون میکند، مردم رو به فتنه به جنگ میاندازد. در آزادی مردم رسیدند، در ناموس جوانان رسیدند، سطح زندگی مردم رو پس کرده، جوانان ما رو قریب که غلام کله‌زردا کردند. جوانان ما رو نگاه میکنید سرگردان در روسیه، در مردم هیچ قیمت و ارزش نماند که گوریزا خوش نکوده. و در آخر در رمال های خواهران تاجیک دست زدن، صبر همه تمام شد. با کدام تاجیکایی که صحبت میکنم میگن که بس از خلاص باید کاری کنه، میگوین حالتی که داره میگن مردن ما بهتر است. همه این پرووکاسی حکومت است. حکومت میگوید که هر یک شهروند آزاد است، ولیکن در فعل میبینیم که آزاد نیستند. و میگویند که ما غمخوار ملت هستیم، ولیکن مهاجرین تاجیک در روسیه هیچ غمخوری اونها رو نمیبینند. سبحان الله، هیچ در عقل نمیدارد که چرا بر سر ملت فشار است. جوانان ما در روسیه سرگردان هستند. آیا آنها هموطنان ما نیستند؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. سطح زندگی مردم خیلی پست شده است. مردم
از جانشان سیر شده هستند. ولیکن انشاءالله امیدی کلام دارم که مردم و تیرک دست نمیزنن. یک مرد پیدا می شود که سطح زندگی مردم رو بالا می بردارد، غمخوار ملت می شود که ما در این حالات رفته نمی رسیم. دوستان و هموطنان، شما را به خداوند می سپارم. در امان خدا باشین، به عقل باشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.